خیلی وقتا ما یه سری اطلاعات رو نداریم و نمیدونیم، به خاطر همین خیلی جاها سرمون کلاه میره. سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به چنل مستر خوره. خب بچه، این اولین کلیپیه که من دارم براتون میذارم. یه توضیحاتی بهتون بدم. من اسمم اردلانه. چرا اسم به چنل گذاشتم مستر خوره؟ به خاطر اینکه من از بچگی مریض بودم. کرم همه کارهای فنی رو داشتم. قبل از اینکه ماشین داشته باشم، حالا چه تو خونه، لوازم خونگی، تعمیرات، همه چی که حالا بهتون توضیح میدم. و از موقعی هم که ماشین داشتم علاقه‌مو به ماشین فهمیدم و بیشتر تو ماشین. من اینجا میخوام هر چیزی که بلدم و 0 تا 100 در اختیارتون بذارم که شما این اطلاعات استفاده کنید. خیلی وقتا ما یه سری اطلاعات رو نداریم و نمیدونیم، به خاطر همین خیلی جاها سرمون کلاه میره. پس حداقل اگه نمیخواید انجامش هم بدید کاریو، اطلاعاتش رو داشته باشید که 2 روز دیگه یه مغازه‌ای میرید، یه جنسی بخرید، یه چیزی رو براتون تعمیر بکنن. وقتی یه اصطلاحی رو طرف به کار بردون، تعمیرکار گفت فلان کارو کردم، شما بتونی تشخیص بدی که اون کار انجام شده یا نه، آیا قطعه اصلی برای شما انداخته یا نه. یعنی من میگم حداقلش اینه که اگه خودتون هم نمیخواین تعمیرات انجام بدین یا کاری انجام بدین، اطلاعات خوب و کافی داشته باشید. تا اینجا سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. و یه نکته‌ای که پدر و مادرها کاش استعدادیابی کنن بچه‌هاشونو و سمت اون چیزی که دوست دارن بفرستنش. من اگه از اون موقع وارد کار فنی شده بودم، الان اصلا یه جای دیگه و یه کار دیگه داشتم میکردم. البته که کار هم خیلی دوست دارم چون به ماشین مرتبطه. باز الان در حال حاضر دارم یه دونه ماشین بازسازی میکنم. قدیما این کار رو زیاد کردم ولی نه فول بازسازی. حین کار به خیلی نکاتی برخورد میکنیم که میخوام به ساده ترین راه و روش اینو بهتون توضیح بدم. یعنی هر چیزی، مثلا شما فکر کن پمپ بنزین ماشین، میخوام به زبونی که هر خانم یا آقای متوجه بشه بهتون توضیح بدم این چیه، چی کار میکنه، چه جوری کار میکنه. هر چیزی که فکر کنید، گیربکس ماشین، موتور ماشین، در مورد روغنها، مکملها، هر چیزی که فکرشو بکنید. تو این چنل تقریبا 90% محتوای ما راجع به کارهای فنی ماشینه، ولی یه 10% هم خارج از 10% هم خارج از کارهای فنی ماشینه. لوازم خونه، اینا هر چیزی که به ایراد بخوره بخوایم تعمیر کنیم، شما رو در جریان میذاریم، بهتون کاملا آموزش میدیم. من از شما هم قطعا یاد میگیرم. برام کامنت بذارین. چیزی اگه بلد نیستم یا اشتباه میکردم حتما بهم انتقاد کنید، بگید تا من هم از شما یاد بگیرم.